سلام دوستای عزیز و وطنان عزیز، امید که جور صحتمند باشین. دوستای عزیز، او وطندار ما میگه که لالا جان من هم دیپور شدم هم از کم برآمدم، آیا صاحب کارم وکیل بگیره از طرف خودش وکالت بدهد در قامه انسانی معلومات داشته باشد؟ لطفا جواب بدهید، من خودم میترسم در اداره مهاجرت برم. وطندار عزیز، اگر ما دروغ بگم خدا شاهد است. خب خدا شاهد است دوستای عزیز، اگر ما دروغ بگم ما خودم دو بار دیپورت شدم در سال 2018 2021 ما دیپورت شدم. خب بعد از این دوستای عزیز ما که رفتم با امرای صاحب کارم در اداره مهاجرت رفتیم، کلی کارایش خلاص کرد، از ما سرانگشت گرفت در اون نام سابق ما برآمد، چون سابق که بود در سال 2018 من نام خود اشتباه گفته بودم، کلی چیز خود ما اشتباه گفته بودم دوستای عزیز. بعد کشت گفتی نامت ای کیسته، گفتم این سابقه خورد بودم نفهمیدم نام خود اشتباه دادیم، یعنی که فعلا دادیم از روی تذکره دادیم. صحیح است. در سال 2018 60 ما برآمد، امیقا چی کرد که در کرایه هواپیمای خود حساب کرد، بلیط هواپیما رو دوستای عزیز 2000 در سال 2018 بلیط هواپیما ما شده بود، در سال 2021 6000 بلیط هواپیمای ما جزا کس کرد. بعد از او دوستای عزیز امرای صاحب کارم بودیم هیچ مشکل پیش نامد، هم نامی که ما اشتباه گفته بودم امر رو درست کرد. بعد از یک ساعت خلاصه فعلا هیچ مشکل ندارم، اقامه انسانی خودم گرفتیم، هیچ مشکل ندارم. لالا اگر صاحب کارت باشه نیاز به وکیل هم نیست که تو وکیل بگیری وطندار. دیگه خدا یارت دیگه وطندار دیگه. بازم اگر جوابت گرفته باشه خوب، نگرفته باشه بازم یک کامنت بان جوابت میتم حتما، به خاطر که یک ذره کامنت مانده بود دیر شد وطندار، کار و مشکلات درگیری زیاد است دیگه. خدا یارتان وطندار دیگه، جانم هستین دیگه، وطندارتان هم یک حمایت کن.